مسابقات رزمی سوپر ساباکی قهرمانی کشور با حضور بیش از 700 رزمیکار در 4 رده سنی در تهران برگزار شد. در پایان این مسابقات نفرات برتر اوزان مختلف برای حضور در رقابت‌های جهانی باکو به عضویت تیم ملی درآمدند. سطح مسابقات بالا بود و حریفای سختی بودن و من با تمام قدرت تلاشمو کردم برای مسابقات. از مسابقات کشوری قبلی خیلی بیشتر از استان‌های دیگه اومده بودن و خیلی شور و هیجان بیشتری داشت. سطح مسابقات نسبت به مسابقات دفعات گذشته بالاتر رفته بود و تایم‌های خیلی خوبی تونستیم با حریفانمون از کشور بازی کنیم. طبیعتاً به خاطر گزینشی که برای مسابقات جهانی باکو بود، تمام فایترها با تمام تلاش با انگیزه بالا و پشتکار شرکت کردند. فایترهایی که نسبت به سالهای گذشته شرکت کردن بسیار فایترهای فنی و اصولی بودند که واقعاً پیشرفتشون خیلی چشمگیر بوده و اکثر استان‌ها خودشون رو قشنگ نشون دادن. مسابقات آسیایی در عمان برگزار میشه، 50 روز دیگه هستش. برای مسابقات جهانی که در باکو برگزار خواهد شد 3 ماه دیگه. تو این زمان ما نفراتی که برتر هستن دعوت میشن به اردو و از توی اردو نفرات برتر جهت اعزام انتخاب میشن. ما داریم تلاش میکنیم که این مسابقات رو چندین بار طی سال برگزار بکنیم که بتونیم این استعدادها رو برسونیم به جایی که انشالله بتونن توی عرصه‌های بین‌المللی خودشون رو نشون بدن به بهترین شکل ممکن. رقابت‌های خیلی نزدیکی بود، نزدیک به هم بود. اعتراضی هم به اون شکل نداشتیم که اگرم بود رسیدگی کردیم و برطرفش کردیم. حریفای تمرینی سختی هستن برای یارای خارجیشون و تو مبارزات همیشه ببینیم که فایترهای خوبی ما داریم. ان شاءالله بتونن در مسابقات جهانی هم واسه ایرانمون مدال آور باشن و پرچم خوشرنگ ایرانمون رو بالا ببرن. ما انشالله برنامه‌های خوبی داریم برای اردوی تیم ملی که در چندین مرحله انشالله قرار برگزار بشه و توی اون اردو هم انشالله ما به بچه‌هایی که از شهرستان‌های مختلف از استان‌های مختلف اومدن سعی می‌کنیم کمک بکنیم که باز هم یه مقدار رشد بیشتری داشته باشن. مرکز خیلی خوبی هم هست برای بچه‌های ما در عرصه بین‌المللی و انشالله بتونیم نام ایران رو باز هم مثل همیشه پر افتخار توی دنیا نشون بدیم.